1 2 3 21. معروف است به غول عراکی. واقعا بزرگ هست. تا حالا یه همچین باری رو از نزدیک نه. چهارمین راکتور فولاد جهان که با تلاش متخصصان داخلی ساخته شده 22 مهر از کارخانه ماشینسازی عراک سفر خود را آغاز و چند روزی هست در خور و بیابانک به سر میبرد. باعث افتخار کشور جمهوری اسلامی که صنعتگرامون تونستن در شهرستان عراق چنین ماشینی بسازن. این ابربار ایران برای مردم تازگی داره، میان میبینن. 45 متر طول و 12 متر عرض دارد. ارتفاع این بار 12 متره و وزن 700 تنی آن را 336 چرخ تحمل می کند. الان پشت قوی ترین ماشین بوژیکش ایران هستیم. تقریبا 3 ماه و 10 روزه الان تو راه هستیم. کار شیفتی نیست، همه راننده، 5 تا راننده هستیم، 5 تا کشنده است. تا حالا تعویض نشدیم. انشالله این بار رو برسونیم به مقصد، بعد میشه عید و میریم خونه. هیدرولیک با روغن کار میکنه، یک همشیب داشته باشه با این موتور ما میتونیم تنظیم کنیم. یک بخشی از سنگینی حمل کار رو بچه‌های برق دارن برای اینکه این بار رو بتونن به سلامت عبور بدن. ما شاید کوچکترین عضو این مملکتیم که بتونیم خدمت کنیم به این مردم. زنده باد ایران. چند کیلومتر معمولا حرکت میکنه؟ روزی یه 30 تا اگه کمک کنن میشه حرکت کرد. روزی 30 کیلومتر. آره، به یاری پروردگار. این راکتور پس از عبور از موانع شهر خور از طریق جاده بیاضه به سمت استان یزد می رود و از آنجا راهی کرمان می شود. ما انشالله این بار میرسونیم به سلامتی برسد مقصد. بیکاری تو کشورمون زیاده، جوونمون بیکارن. انشالله برن سری کار، ازدواج کنن، یه لقمه نون ببرن سری سفرهشون، انشالله زندگیشون رو بکنن تا چرخ این دنیا بگرده. این غول چهارمین راکتور بزرگ فولادسازی در جهان است که پیش از این در اروپا ساخته میشد و میتواند سالانه بیش از 2 میلیون تن به ظرفیت تولید آهن کارخانه بوتیای کرمان اضافه کند. رسول ایزدی، خبرگزاری صدا و سیما، شرق استان اصفهان، شهرستان خور و بیابانک.